و با در اونجا میگه که گویا من اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستانم فلان. ای مسلمان ها، من والله نیستم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. خیلی میخوام که اعضای حرکت اسلامی باشم اما نیستم. چخیل تو مرا میگی که اعضای یک حرکتی و تو نمیدونم در چی و اینقدر منافقه. حضور شما را و این جماعت خوش آمدید میگویم و پیش از صحبت کردنم از اون جواب خواهش کردم که صورت استاد من قیامالدین عوض است که حالا در زندان است، از او خواهش کردم که در صف پیش بمان تا که من یک مراجعت، یک سخن، یک جواب به حکومت گردانده باشم. والله نیستم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. والله نیستم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. شاگرد خودش صحبت کردم استاد، یک دقیقه با شاگرد خودش صحبت کردم، شاگردش گفت که استاد کسی ریش شمیت روشه حکمش کفر است. شاگردش خودی مدنی را کافر گفتگی است. مردا که بیا گپ زنین زدنی باشه بیا بزنین، بحث علمی باشه اینا بحث دعوا. ما دعوا نمیکنم که علم زیاد دارم، اینا محمد بیا صحبت بکن. من میدونم که آدم میدانم گپ زنی بیای پیش گپ زنین، ها پشت شاگردات بیا یک تا بیا نمره مرا میدونین نه نمره موز میمونم زنگ بزن بیای پیش گپ زنین. این که دبر ما بشیم دبر بیا گپ زنین. ما باطل باشم گفتم گپ نزن ما دیگه ویدیو نمیکنم. میگه کی روح دموکرات چون چی؟ والله قسم میگم از عمود چیزی دموکرات شما میگی من بیزارم. Мы стремимся к демократической республике. والله قسم میگم از عمود چیزی دموکرات شما میگی من بیزارم. Мы стремимся к демократической республике. Мы стремимся к демократической республике. والله قسم میگم از عمود چیزی دموکرات شما میگی من بیزارم. چه دروغ میگی شما؟ ای الله نمیترسه لعنت. بگو سلیمان کو عقیده تا گپ زن من بگم. عقیده ما قرآن و سنت و جمهور علمای اهل سنت. تمام و سلام. Мы стремимся к демократической республике. از دایره قرآن و سنت یگان قدم بیرون نمیمونیم. Мы стремимся к демократической республике. و حق ماندن نداریم. Мы стремимся к демократической республике. بغیر از اینکه یگان عذری اگر سخت داشته باشیم، میکنم با شما شاگردای همین کافر مدنی یگان کس باشه بیا داخل بشه صحبت کنیم. شاگردای کافر مدنی یگان نفر در همین جا باشه بیا صحبت کنیم. والله 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 ثم والله عقیده ما از قرآن و سنت گرفتگی شده است و جمهور علما. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. تمام. Мы стремимся к демократической республике. Мы просто хотим, чтобы в Таджикистане была демократическая страна. И буквально еще 5 секунд в заключение. Мы хотим пользоваться нашими возможностями в подлинно демократической стране, в Таджикистане. Благодарю. میگم با یهودو اگر کار کنن دیگه این موقع میکنیم والله ماشو کنم یهودی من اومدم برای همکاری کردن با صفات بزرگتری در پلیس صفات میشه اومدم برای اونها چه فهمیدی من اومدم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بهترین سفارت دنیا را برای نتانیاهو ما اومدم من راضی علاقه زیچی دیپلماتی با اسرائیل اومده برقرار نمودن ما تویش بوده نمیدونم پروبلم ندارم پروبلم ندارم با یهود پروبلم ندارم با تکرار کردم اومدم با دولت اسرائیل همکاری کنم که بین تاجیکستان آزی والله 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 ثم والله عقیده ما از قرآن و سنت گرفتگی شده است و جمهور علما. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. تمام. Мы просто хотим, чтобы в Таджикистане была демократическая страна. И буквально еще 5 секунд в заключение. Мы хотим пользоваться нашими возможностями в подлинно демократической стране, в Таджикистане. Благодарю. والله 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 ثم والله عقیده ما از قرآن و سنت گرفتگی شده است و جمهور علما. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. تمام. بعضی کسا میگه که اسلام با سیاست ارتباط نداره. خب اگر اسلام با سیاست ارتباط نداشته باشه، حالا در رأس سیاست قدرت سیاسی فعلا فرعون قرار داره. خب موسی علیه السلام میره پیش مردمای عادی و اینا دعوت میکنه. چرا میای موسی علیه السلام مستقیما تکر میکنه و در مقابل سمبل ظلم قرار میگیره؟ چرا مثلا فرعون ابراهیم علیه السلام در مقابل نمرود قرار میگیره؟ این هست که حال موسی علیه السلام دین اسلام و نظام اسلام و خلافت اسلامی را تطبیق میکنه. پس این چه وقت قابل تطبیق است؟ وقتی که در مقابل سیاستمدارای طاغوت هایی که مثل فرعون است، هامان است، شداد است و نمرود است در مقابل از اینا قرار بگیره. حال موسی علیه السلام الله میگه ما با فرعون فرستادیم. فرعون چی کاره است؟ فرعون حال یک طاغوت خطرناک، پادشاه خطرناک است. الله متعال برش موسی علیه السلام هم میفرسته.
تا اینکه فرعون شکست میخوره و نظام الله در زمین الله تطبیق میشه. پس موسی علیه السلام با یک سیاستمدار در تکر میشه. این حال اسلام سیاست است. قصه های قرآن سیاست اسلام رو بیان میکنن. نباید از افکاری که دشمنای اسلام جور کردن و میخواین که انسان مسلمان سکولر بسازن. یکی سکولره که بگه که از دولت دین دور میکنه، یک قسم سکولر است. از سیاست دین دور میکنه، دین میگه در خانه باشه و در سیاست نظام به اینجا نقش نداشته باشه. و یک تعداد سکولرهای دیگه هستن که خود دیندار میگیرن با سیاست از دین دور میکنن. این هم سکولر است. متوجه شدید؟ دو قسم سکولر است. یک قسم سکولرهای هستن که اونا در قدرت سیاسی هستن، دین دور میکنن. میگن دین و سیاست باید ارتباط نداشته باشه. دین اوسکو، دین باشه در مسجد، دین باشه در کلیسا، دین باشه در دایر، در اونجا باید باشه و در سیاست باشه. ما طاغوت ها سیاست را پیش میبریم. و یک تعداد دیگه سکولرهایی که در داخل دین هستن، دیندار است، ای از دین سیاست میکشه. او از سیاست دین میکشید، ای از دین سیاست میکشه. برعکس چی میکنه؟ من دیندار هستم، نمازخوان هستم، عبادت هستم، لکن در سیاست، در این مسائل سیاسی، در قدرت سیاسی مداخله ندارم. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست میکرد؟ پیغمبر آل موسی علیه السلام سیاستمدار هست. پیغمبر است؟ بله. رسول است؟ بله. نبی هست؟ بله. خلیفه الله در زمین الله هست؟ بله. پس در زمین الله خلیفه الله، رسول الله، نبی الله، حکم الله را با چه قسم تطبیق میکنه؟ در جهان خود 30% اگر مربوطات شخصی باشه، 70% در جامعه هست. سیاست و اقتصاد و اجتماع و تمام نظام ها کسی که مربوط به نظام سیاسی میشه. پس اینجا نباید سکولر خدا ساخت. بعضی کسا به نام دیندار سکولر هست، دین سیاست از دین میکشن و بعضی بیدین ها سیاستمدار هستن، سکولر هستن، دین اجازه نمیدن که در سیاست، در حالی که اصل خلقت بشریت برازی هست که سیاست اسلامی که در رأسش پیغمبرها هست که خلافت اسلامی نامیده میشه، در زمین الله توسط مؤمنین موحدین تطبیق شود. دموکراسی رو چرا میگن کفر است؟ به خاطر ازی که تعیین ارزش اسلام برای الله میته و دموکراسی برای انسان. Мы стремимся к демократической республике. Мы стремимся к демократической республике. Мы просто хотим, чтобы в Таджикистане была демократическая страна. И буквально еще 5 секунд в заключение. Мы хотим пользоваться нашими возможностями в подлинно демократической стране, в Таджикистане. ما به خود دین داریم، نظام داریم، آیین داریم. پیرو کدام کتاب هسته؟ کتاب الله. در کل زندگی خود قانون خود قرار دادیم، تابع از اوستیم. مرگ به دموکراسی. این دموکراسی لعنتی از دنیای غرب آمده، ما را بیخی بی خود کرده. عزت ما، حیثیت ما، مرتبه و افتخار ما کدام دین است؟ اسلام. کدام کتاب است؟ قرآن. پیروی از رسول الله را افتخار خود قرار میدیم. شراب خوب چیز است یا بد چیز است؟ اسلام میگه که ایره برات الله تعیین میکنه. پیغمبر هم حق نداره که ایره تغییر بده. الله گفته که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پس خمر، شراب، میسر هم قمار. ایره قرآن چی گفته؟ که شراب و قمار چی است؟ رجس است، چتلیست، عمل شیطان است و گفته که فجتنبوه، اجتناب کنید. این حال در دموکراسی اینمی ربوبیت خالق بر مخلوق داده میشه. دموکراسی یک عقیده هست. در دموکراسی میگه که اینمی شراب و قمار خوب است یا بد است، این ما گفته نمیتونیم. کی گفته میتونه؟ پارلمان. پس اینا پارلمان خود رب خود ساخت. از این خاطر مسلمانی که ربوبیت الله را میشناسه هیچ وقت ای گفته نمیتونه که من به دموکراسی ایمان دارم. چرا ایمان داشتن و باور داشتن به دموکراسی، باور داشتن به صفت ربوبیت خالق برای کی هست؟ برای مخلوق است. این فرمولای عقیده هست برادر. سری کسا چون درس عقیده را نخوانده میگه هم دا کوم هم دا. یک وقتی یک کسی مرا گفت در وقتی کمونستا بود، گفت کارمل یک مارکسیست بسیار خوب است،
و کارمل یک مسلمان بسیار خوب است. ما گفتم تو اشتباه میکنی، یا تو نمیفهمی یا مرا بازی میدی. چطور؟ ما گفتم هیچ امکان نداره که انسان هم مارکسیست شود و هم مسلمان شود. چرا؟ اسلام میگه که ان الدین عند الله الاسلام، نظام و قانون و برنامه زندگی تو اسلام است. اما مارکس میگه که دین مخدر ملت هاست، دین هیروئین است، تو باید دین نداشته باشی. حالا چطور امکان داره که مثلا هم مارکسیست شوی و هم مسلمان؟ یا لودستی، نه اسلام میفهمی نه مارکسیسم. اگر نمیفهمی که تو ما جنجال نمیکنم، با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است، تو را خدا زده. یا میفهمی فریب میدی، میخوای مرا فریب بدی، در حالی که از نگاه فکری و اعتقادی که هستی اردوی جمع نمیشه. این حاله اگر کسی ربوبیت الله را میفهمه و اساسات دموکراسی را میفهمه که دموکراسی در اساس اندیشه و عقیده خود با اساس اندیشه و عقیده اسلامی در تکر است. اسلام میگه که این الحکم الا لله، حاکمیت مربوط الله است، الله هست بر تو ارزش ها را میده. دموکراسی میگه که اینمی ارزش ها مربوط چی میشه؟ مربوط انسان میشه. اسلام میگه که قانون آسمانی است، دموکراسی میگه قانون زمینی هست. این حال کسی که ربوبیت الله را با اساسات اصلی دموکراسی میفهمه هیچ وقت این دوتا را جمع نمیکنه. اما کسایی که اردوی زیر نمیفهمه باز شلغم کت شروع یک جای که نامش میمانه دموکراسی اسلامی، یعنی کافری اسلامی. میشه جمع نمیشه. ریشدار بیریش، من یک ریشدار بیریش دیدم. این چه قسم ریشدار بیریش بود که نیمش شلبت ریشش کل بود، نیمش نمیشه. ریشدار ریش کل، یا ریشدار باشه یا ریش کل باشه، هر دوش نمیشه. والا من یک مرد زن دیدم، زن مرد دیدم. چه قسم زن مرد دیدی؟ کدام خنثی را دیده؟ این حال دموکراسی اسلامی هم یک اندیشه خنثی است، نه مرد است نه زن. فهمیدی یعنی؟ از این خاطر کسایی که میگه ما با دموکراسی اسلامی باور داریم، یه بیچاره نازی شد، نازو شد، در بدر شد. این حال اگر کسی در این نقاطی که ذکر میشه که الله رب مالک است، رب متصرف است، رب خالق است، رب تدبیر کننده است. این حال اگر یکی از این صفات برای مخلوق میده، این در صفت رب بودن خالق این شرک آورده. شرک این چی میگن؟ شرک در ربوبیت. شرک در ربوبیت چی است؟ که یک فعلی که مخصوص الله هست او را برای کی بده؟ بر مخلوق بده. این شرک در ربوبیت نیست. الحمدلله این مجلس بیبی، این جوانا را بیبی، ما به دنیای کفر اعلان میکنیم که دنیای کفر اگر هر قدر مصارف بکنی، محنت بکنی، زحمت بکنی، انشالله مصارفت در قطع خاک یکسان است. این جوانا اولاد وطن دین است، اولاد با غیرت است، اولاد با شهامت است. از دین خود دفاع میکنه نمیکنه؟ از فرهنگ اسلامی دفاع میکنه، از راه سنت رسول الله دفاع میکنه. چقدر آماده است برای دفاع سنت؟ ماشاءالله. ببینه دنیای کفر، ببین نعره تکبیر،